اگه تو هم میخوای برای تولد و جشنات بادکنک آرایی با دیزاین شیک و متفاوت داشته باشی و یا میخوای برای مهمونی و دورهمی عشقت یا پارتنرت رو سورپرایز بکنی با تم ریسو و بادکنک آرایی خاص و فوق‌العاده که خودت تو خونه میتونی با کمترین هزینه درستش بکنی و یا حتی تولد دختر و پسرت دوست داری بی‌نظیر و خاطر انگیز باشه و با تم و بادکنک آرایی رنگارنگ و متنوعی داشته باشی و یه تولد با کلاس و مراسمی پر از شور و شوق براشون فراهم کنی و همه وقتی تدارک رو تو بهترین روزشون دیدن به هنرت احسنت بگن و انگشت به دهن بمونن، ولی بلد نیستی و نمیدونی چطوری انجامش بدی، اونم تو کمترین زمان که مغروم به صرفه هم باشه. این ایده بادکنک آرایی رو تا آخر ببین و حتما سیوش کن تا گمش نکنی و یادت باشه چطور ازش استفاده بکنی. توی این ویدیو انواع مدل بادکنک آرایی به راحتی و حرفه‌ای آموزش داده شده. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما